زندگی دریاست دریا بگذرد، عاشقی سوداست سودا بگذرد. چون تماشای جهان یک نوبت است، نوبت ما و تماشا بگذرد. تماشابینان عزیز، برنامه چایخانه تنین است که عین حال هر یک شمایان تماشا دارید. ما در جماعت دیهاتی اونجی قرار داریم. با طلب و درخواست سرشماری مخلصان تلویزیون تنین، امروز برنامه چایخانه تنین محض در چایخانه اوازداری حسن طاها ثبت گردیده ایستاده است. با دستگیری رئیس جماعت دیهاتی اونجی محترم حاجی بایوف بهرام جان که سر یک پیاله چای همه شمایان پیر و برنای این جماعت را جمع گرداندند تا که یک صحبت های جالب کرده باشیم همراه شمایان از شکامه های سروده های حافظانی که اینجا دعوت کردیم و بحری بابایان ما سروده های فورم میخوانند و بهترین سخنهای جالب بحری هر یکی شمایان تماشابینان پیشکش می شود. ما را همراهی کنید. امروز اولین سوالی که ما پیشکشی تماشابینان میگردانیم، اولین سوالی که در این برنامه چایخانه تنین میدهیم به معاون جماعت دیهاتی اونجی محترم شریپوف شریف خوجه هستند. میگفتید که رئیس محترم امروز جماعت دیهاتی اونجی از همه جماعت کلانترین به حساب می رود و امروز چند هزار اهالی دارد. دیهه اونجی از چند محله عبارت است. بحری تماشابینان ما اولین سوال جالبش انمین است که شما بحری تماشابینان میگفتید. تشکری زیاد. جماعت دیهاتی اونجی سال 1928 تشکیل کرده شده است و 2537 گکتار مساحت دارد که در آن 7 دیهه ها یعنی دیهه مصفا، دیهه مطیب، دیهه دشتک، دیهه قشلاق جان، ارباب، دیهه سفید تپه، اونجی و در این دیهه ها 30 کمیته های محله تشکیل کرده شده است که عین حال در حدود جماعت زیاده از 48,000 نفر اهالی استقامت دارند. امروز میگفتید که همین دیهه اونجی البته بزرگانش بسیار است. کمتر از آن بزرگانی که از حیات رفتن به ما نقل میکرد. خیلی که شما قید کردید در حقیقت دیهه اونجی را پروازگاه بزرگان میگویند. یعنی بزرگان دیهه اونجی یعنی دوکارت قهرمان مهنتی سوسیالیستی تشکیل کنندگی خواجگی آوازداری به نام اورون خوجایف سید خوجه اورون خوجایف می باشند. خادمان علم و ادب، خادمان سیاسی به مانند تاج نسا آسیمو و مستوره اویز و تاج عثمانوف و دیگران می باشند که در حدود جماعت حیات و فعالیت کردند. تماشابینان عزیز، امروز در برنامه چایخانه تنین با طلب و درخواست مخلصان صنعت تاجیک در دیهه اونجی صنعتکاران بسیار هستند و ما خواستیم که در این برنامه چایخانه تنین حافظی که بحری مخلصانش سروده های فورم میخوندند امروز هم پیوسته شاگردها را تربیه کرده ایستادند. اکای عزیزی ما قربان جان جورایف هستند. در این برنامه خوش آمدید میگوییم. میگفتید که برای بینندگان ما امروز چی گفتنی های دارید؟ شاگردا چگونه علم گرفته ایستادند؟ امروز ایجادیات شما چطور است؟ بحری پیر و برنامه دیهه اونجی با چی دستاوردی در این برنامه اشتراک دارید؟ میخواستیم مخلصان شما از ما شخصا خواهش کردند که شما را در همین برنامه ما فریاد کرده باشیم، دعوت کرده باشیم که تا که یک سرودی فورم شمایان را شمای عزیز را شنیده باشید. رحمت سلامت باشید. پیش از همه من از فرصت خدای
استفاده برده و تلویزیونی تنین رحمت میگم چونین برنامه خوب و جالب تشکیل کردن. ما دوی انمین پیران بود که ما به این درجه رسیدیم. حاضر من شخصا در مؤسسه تعلیم استثنایی رقم 6 همچون مربی شده کار میکنم. یک چند شاگردای تربیه کرده سازیم، از جمله با مانند الهام جورایف، عبدالحکیم اوزاقوف، با من نورسان. من امسال دو نفرشان به اکادمی صنعت به داخل شدن. ایجادی دوام دارد. استقامت کننده انمی جماعت دیاتی اونجا هستید. یک سرودی فارم میشنویدیم، هم برای پیروبرنا هم برای تماشابینان تلویزیونی تنین. پدر راضی خدا راضی ندا از آسمان آمد. پدر راضی خدا راضی به گوشی چیز جان آمد. جان آمد پدر راضی خدا راضی. پدر این کیست میپرسی تو از من گر نمیدانی. پدر این کیست میپرسی تو از من گر نمیدانی. پدر این هست بر هر خواه ندان سرور نمیدانی. پدر این هست بر هر خواه ندان سرور نمیدانی. بیاموزد پدر ما را رهی ایمان خطی قرآن. بخواهد تا که ما یابیم رزق از زحمتی شایان. تو خود شانی پدر بردار اگر میراث خور باشی. دمی پیری زی دستش گیر اگر ارزندش باشی.
تشکرهای زیاد میگویم اوستان خسته نباشد. باز یک بار دیگر در این برنامه که وقتی قیمتی خود را در این نداشته خدمت رنج کردید. از نام بابایان نداری های زیاد بیان میکنیم. امروز در دهه اونجی یگان چاره‌بینی گذرانیدید که همراه مردم گفتگو کردید. امروز مردمی دهه اونجی چی نظر دارند؟ قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم‌های ملی که سال 2007 برآمده بود، در همان دور زمان خیلی سری وقتی بود، چون که معرکه‌هایی که خواه در جماعت ما خواه در دیگر نواحی و شهرهای جمهوری می‌گذشتند، در همان دوره خیلی با دبدبه پردهشت می‌گذرانده می‌شدند و این را در جشن 10 سالگی این قانون که جناب عالی پرزیدنت دولت ما قید کرده گذاشتند، مقصد اساسی این قانون این کم کردن سطح کمبیزاتی و بلند برداشتن نیکو احوالی خلق ما بود. این را ما در دوام 10 سال دیدیم. البته هر یک دور زمان به هر یک قانون هر یک وای طلب میکند که تغییرات علاوه‌گاه داده شود. بنابر همین با پیشنهاد اهالی جمهوری تاجیکستان دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت دولتمان جناب عالی امام علی رحمان روز 28 آگوست سال 2017 قانون تغییرات الهه ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه به امضا رسید که این را به واسطه تمام خلق جماعت دیهات اونجی دستگیری کردند، چون که ما در کدام معرکه هایی که آنها حاضر بعد قرار برآمدن اصرار نکنیم رعایت این همین قانون دیده می شود، چون که ما پس از نشر این همین قرار این تغییرات الهه ها به این قرار ما باخورهای بسیار گذراندیم. گفتم ممکن است که در همین تشکیلات ها مؤسسات های تعلیمی و در جماعت عنعنه شده است که ماه یک مرتبه ما همه صاحب معرکه ها را جمع نموده آیید قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها و باز آنها را آگاه میکنیم که این یکی از تشویق و تقریبات های همین علاوه بر قانون جمهوری تاجیکستان می باشد که در نتیجه قانون شکنی خود پیشگیری کرده می شود. تشکرهای زیاد میگویم معلم برای سخنهایی که برای تماشابینان ما گفته گذاشتید. اینجا رئیسی محترم هستند که چندین سالها هم معاون جماعت هم رئیسی جماعت شده کار کردید در همین جماعت دیهاتی اونجی. شما با خبر هستید که ما به نزدیکی 25 سالگی 16 شورای عالی که در همین ارباب تقدیر ملت تاجیک حل شده بود به نزدیکی جشن گرفته ایستادیم. اینا برای من میخواستم از همون لحظه ها شما کمتر برای بینندگان ما گفته میگذاشتید. تشکر. سال 1992 تقدیر خلق تاجیک، آینده خلق تاجیک و به سیاست ارسی نو اومدن یک سیمای نوی بزرگی تاریخی در جماعت دیهاتی ما برگزار شده است. این هم برگزار شوی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بود. همون سال در ماه نوامبر چون خبر معلوم شد که سیاسی نوبتیش شورای عالی جمهوری تاجیکستان در قصر ارباب برگزار می‌گردد. در همون سالها در حقیقت فلسشوی حکومت و دیگر ساختارها دیده می‌شدند. آرامی ها در جمهوری بودند. ما آنها را از آینه نیلگون اخبار عموم میشنویدیم و یک شیاد خلق قبول کرد که جای تاریخی ارباب به همین جدای خواهی و یا که یک اندازه فلسشوی حکومت و برپا شدنی در آینده برپا شدن یک حکومتی نوی که قدرتی یک جای کردن را دارد امید پیدا کرد و این امید خلق
جامعه عمل هم پوشید و سه شورای عالی 16 که در همین جا در قصر ارباب که در حدود جماعت دیهاتی اونجا جایگیر هست برگزار شد. در آن سالها خاطر دارند اشتراکچیان همین سیاسی و شهروندانی که در اینجا بودند با یک نظری نیک نگاه میکردند که آینده جمهوری چی میشده باشد، به چه قرار می آیند. آیا همین مخالفین و های حکومتی به یک فکر معین می آمده باشند یا نه؟ انمی ها رو امید داشتم در راه هایی که در آمدگاه ارباب بودن خلق جمع شدن با یک نگاه مهر و محبت با آنها نگاه میکردن که خدا با آنها یک دلی احساساتی بلند کرد، همدیگر فهمی کرد و چنین هم شد. و در این عرصه وقتی که بعد از انتخاب کردن رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، خلق با یک قناعتمندی و یک احساسات بلند آن را قبول کرد. برای آنکه در اخبارهای اومد و تلویزیونی هم وقتی لینوباد درباره سخنرانی همین مرد بزرگ میشنیدن و نقطه گذاشتن که امروز یک مرد با سر قدرت آمد که میتواند جمهوری ما را از این درگیری ها برآورد. بعد روزهای پنجم یا ششم بود، یک گروه وکیلان فرا آمدن بیگاه در چارچوبی که از ارباب راه سر می شود. در همین جا گفتن که ما با صلاحیت آمدیم، با صلح آمدیم و جمهوری تاجیکستان رو ما آینده بنیاد میکنیم. در خواهی هم هست یک کمپیر میان کوچه بر آمدن، همون وکیلان رو سرش سیله کردن، گیره کردن. انمی خاطری یک نقش مونده است در نقش من که کمپیری که یا زنی سالخورده که ممکن آدم یک سواد مکمل نداشت لیکن با صد امید سخنهای همون شمرده ایستاده روحهای آنها را دست کرده، گفت خدا باشکر، خدا باشکر. و در این روز ما شکر یک دولت بزرگی هستیم که تاریخ دنیا این تاریخ را ندارد که در یک وقت معین خلق خود را از نشوی، از نابود شوی و ملت تاجیک را چون ملت کهن بنیاد در جایش معرفی کرده، در مقیاس جهان نشان دادن یگان دنیا ندیده است. و این خدمت بزرگی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت معظم ما جناب عالی امامعلی رحمان است. تشکرهای زیاد میگویم. البته هدف برنامه چایخانه تنین هم چنین است که برای جوانان یک راه اساسی را همین پیرو برنا گفته باشند، دانند که امروز جوانان پیشتر چه بود، حاضر چه است، شرایط چگونه است. حاجی بابا میگفتید که امروز پیشتر ما یک جا میرفتاشیم از پدر پرسیده میرفتیم یا از پدر پرسیدن به میترسیدیم که مادر میگفتیم مادر از پدرم پوست من فلان جا رفتنی هستم و حاضر نگرید ماده شده است یا انعنه شده است. من نمیدانم جوانان که پدر مادرش میگوید من فلان جا برفتم، گفته برآمده میبرود، اجازت هم نمیپرسد. نسبت انمین رفتار و کردار جوانان امروز شما چی گفتنی هستید؟ سالهای پیشین جوانای ما یک قدر احترام پدر مادر و هر کاری که میکردن با مصلحت پدر مادر میکردن
و هر جایی که میرفتن هر کاری که میکردن با اجازت پدر مادر، یعنی رخصت پدر مادر گفته میرفتن و میکردن. امروز هم بعضا جوان ها دیده می شود که در جمعیت کم نیست این خیلی آدم ها جوان ها هستند که اختیاری خود که هر کار میکنن، اختیاری خود که هر جا میرن. لیکن شکرانه میکنیم که با اتکار پیشوای ملتمون جناب عالی محترم ایمان رحمان که سال 2017 سال جوانان اعلان گردید، این جوانان امروزه درست حس کردند و جوانان امروزه بسیار به علم و به معرفت هستند، دانشمند هستند. البته پدر مادرشون احترام میکنن، هر کاری که میکنن رخصت میگیرن. سالهای پیشین 20 سال و 30 سال پیشتر ما وقتی که جوان بودیم 17 ساله 18 ساله بودیم، عائله داری یعنی زن و شوهر شدن بین مردم به پدر مادران میگفتن که من پسرم من توی دختری فلانچی کلیم میکنم، میگفتن و اختیاری پدر مادر که میرفتن و کلین کر عاده پسر به یعنی پسرشون خانه‌دار میکردن، سرش جفت میکردن. لیکن امروز باشد البته فکر و عقیده های نیکی پدر مادر و به اینوبت گرفته میشد و البته جوانای هم انتخابی درستی خود را براه ماندگی هستند. ما شکرانه میکنیم که دیار ما تنج است، آرام و آباد است. ما در تلویزیون چایخانه تنین قرار داریم در دهه جماعت اونجی. البته این برای خلق مملکتمون یک غمخواری از جانب دولت و حکومت. سالهای پیشین این گونه برنامه ها وجود نداشت. ما امروز تمام باشندگان پیر و برنامه جماعت اونجی شکرانه میکنیم که از حال ما دولت و حکومت و خاصتا تلویزیون تنین آمده یک با پیر و برنامه، با پیرهای کار، با دانشمندان، با عالمان یک گفتگوزار بین بحر پیشرفت جمهوری تاجیکستان، بحر برانبشتن زندگی مردم جمهوری تاجیکستان، بحر یکدیگر فهمی، بحر حل و فصل نمودن بعضی معماهایی که در بین مردم قرار دارد. ما امروز شکرانه میکنیم دیار ما تنج و آرام و آباد باشد. خوش آمدید. البته از نام کلی سازندگان برنامه چایخانه تنین به هر یکی شمایان میnnadاری بیان میکنیم. همیشه سایبان فرزندان باشید، دعاگوی اهل محله باشید. شمایان هستند که جوانان از دعای شمایان گل میشکفند. ما هم همین دهه اونجا با طلب و درخواست سرشمار مخلصان که ما همه برنامه چایخانه تنین رو در همه جماعت ها ثبت می شود. در یک ماه 2 مرتبه همین خیر برنامه رنگین بهره شمایان تماشابینان عزیز ثبت می گردد. امروز ما با سوال مراجعت کردنی هستیم که به حاجب ما جوانان را سرزنی نمی کنیم، جوانان را گنده نمی کنیم. ما از شما پرسان میشیم که رفتار و کردار جوانان امروزه چخیل است، پیشتر چخیل بود. اون رو ما میخواستیم پیشینه دوره های جوانی خود را میگفتید برای تماشابینان ما، جوانان که دیده ایستادن یک راهی اساسی خود را یافته باشند. هستی دنیا، هستی انسان از صحبت میگن. امروز هم دیدار میبینیم، هم صحبت میکنیم، هم در حق دولت ما دعا میکنیم، هم در حق جوان ها دعا میکنیم که آینده نسل من و شما برنده و حسن و جمال تاجیکستان ما شما هستی جوان ها. اونجی میگوییم، اونجی از عقل مایی که ما میشناسیم شهرتی بلند دارد. از حساب چیه؟ قریب 80% ولایت مایه یا شهر مایه همون دور به خواجگی قشلاق محصولاتش که تامین میکردن. اکثریت جوان ها مهنت میکردن، سبزوات و کشتی کار میکردن. بزرگان ما هستند که استاد پختی ریسپوبلیکی تاجیکستان بودن. همه ها همشون برای من و شما تعلیم داده، آداب و اخلاق آموزانده، طرز مهنت نشان داده.
برای وطن خیرمنش پربار کردن پند و نصیحت کرده برفتن. از آن جمله گفته شدن که سید خوجه اورون خوجه استاد من پختی ریسپوبلیکی تاجیکستان و دیگران هستند که برای باغ و صحراهای بنیاد و آباد کردن خدمت‌های شاهسته کردند که امروز ما تا همین دور استقلالیت انمی باغ و میدان‌های استفاده برده و گذشتگان دعا می‌کردیم که روحشان شاد و منزلشان آباد شود. گفته درباره جوانان گفتند جوانها خداشان عین نیرو، عین قوت، به کار کردن خسته نمیشن، به مهنت کردن مانده نمیشن. باید که هر یک جوان خودکار باشد، فرموده کار نباشد، نیک و بد امتیاز کرده تواند، پدر و مادر حرمت کرده تواند، بزرگان به خدمت کرده توانند. هر یک فرزندی که امروز به کار میرد اول پیش پدر بدرد گوید که پدری مهربان من برای خدمت یا برای کار یا برای یکون بازار اوچار رفتاسیم به من یک فاتحه دید. امروز به شرافت استقلالیت، امروز به شرافت وحدت، امروز به شرافت نیت پاک اهل تاجیکستان سرور آن امام علی رحمان هستند، پیشوای ملت من و شما. آن مهر و محبتی که از طرف جناب عالی شده است برای خلقشان، برای وطنشان، برای آبادیش سهمگذاری کردن، حصه گذاری کردن، این هر یک شخصی که در تاجیکستان استقامت میکند و هوای تازهش نفس میگیرد باید که سهمگذار و حصه گذار باشد، نه بلکه یک خوریم و چپک زنیم و اصول کده گردیم. نه، برای آبادی وطن سهمگذار و حصه گذار باشید. وطنتان شما حمایه کنید. جوانها، جناب عالی یک چند مراتب گفتند که جوانها آینده تاجیکستان ما هستند، برنده کار راهبریت در دست آنها هستند. بزرگان ما، گذشتگان ما گفتند که حرکت کنید تا که دولت حمایه کردن به دیگه اجنبی ها آمده اینجا غارت کردن نگیرد که روح و ارواح ما شما همتون نمیماند میگفتند. سلامت باشید. به گفته‌هایی که پرمضمون برای جوانان ما شنیدیم. البته تماشابینان عزیز، امروز برنامه چایخانه تنین است که در جماعت دیهاتی اونجی ثبت گردیده ایستاده است. در اینجا پیرو برنامه بسیار هستند. ما بسیار سوالها داریم، پیشنهادها داریم که بهره شما تماشابینان سخنهای جالبی را از زبان پیرو برنامه جماعت دیهاتی اونجی شنیده باشیم. امروز در همین جماعت اونجی که ما وارد گردیدیم، در همه کوچه ها می نگریم آبها روان است، کوچه ها اسفالت است، بسیار ناویگیری بسیار است. میخواستم از پیرو برنامه انمی جماعت پرسیدم که از طرفی کی انمی کوچه ها اسفالت شد؟ امروز آبی نوشاکی چطور است؟ آبی که برای زمین های سهم شمایان روانه است کی دستگیری میکند؟ در اینجا من حضور داریم. اینجا بسیار جای دمگیری دهقانان، دمگیری موسیقیدان، دمگیری یاشان می باشد. در همین جا اشتراک داریم. ما بسیار فخر میکنیم که جلاسی تقدیرسازی در همین خواجگی جماعت اونجی در قصر ارباب شده گذشت. از همان دوری که همینجور جشن و جلاسی شده گذشت، بسیار ناویگری ها، بسیار خرسندی خلق بسیار شد که همینجور همین جلاسی شد و همین پاشای محترم ما، پرزیدنت ما همینجور انتخاب شدن گفته بسیار خرسند شدن. بسیار از خرسندی هر روز مهنت میکنن که همین دیاری که همین من قصر ارباب بود، اونجا کلخوزی به نام اورونخوجه بود، اونجا جای نامدار قصر بود، از همونجا سر کرده همون قصر آباد کردن که جای دمگیری خلق شود. از طرف حکومت، از طرف رئیس ولایت، ناحیه همونجا آمده با کلخوزچی ها مصلحت کرده، همونجا گفتن که ما آباد میکنیم، همونجا جای دمگیری میکنیم، جای دمگیری استراحتی خلق میکنیم. گفتن ما همونجا
در کالخوز کار میکردیم، راضی شدیم، خرسند شدیم. من حاضر بینید که اگر از همین کوچه ارباب سرکره گذرید، اگر بسیار آبادی ها، من قصر ارباب ببینید، چایخانه ها، آمفی‌تئاتر، تئاترها هست. من در جماعت اونجی بسیار ناویگی ها شده ایستاده است. این ناویگی ها باشد هم آبادکاری ها که من در این مکتبی 14 میگن، در اینجا من مکتبی نو پیش شد از طرف حکومت. من جناب عالی عمده این مکتب کشاده اینجا سخنهای نقض گفته، با مصلحت های نقض داده برفتن. بعد از مصلحت های همون های دادن با خلق روح بلند شده و آبادکاری سر کرد. من آبادکاری سر کرده، کوچه های اسفالت کردن، قریب نزدیک 30 کیلومتر در حدود جماعت اسفالت کرده شد همین سال. به اگر یک قسمش من اهالی هم تشبوس کرده، اهالی هم برآمده فهمیدن که همین کار فایده میبرد، خلق هم برآمده بسیار کوچه ها تگای دراج خودشان اسفالت پوش کردند، از طرف ناحیه و رایون آباد کرده شد. همین کوچه هایی که مثال من از همین شهر تا همین ادای اونجی میامدگی چراغان کرده شد، بسیار ناویگه ها شد. این ناویگه ها خلق خرسند، حساب خرسند بودگیشان باز وای گفتاسیان که الهام گفتاسیان که ما آینده آباد میکنیم. من قریب که آب نوشاکی باشد تامینش حل شد، یگان جایی که نیست که وعده پرواد نباشد و خلق به آب نباشد. اما با ما بسیار بی‌ندار خلق آیندهش به خلق تشبوس های نو کرد برآمداست که برآمده برای جمعیت، برای خلق، برای آینده وطن خود برآمده مهنت میکنیم، آباد میکنیم، تاجیکستان ما آباد میکنیم. گفته غیرت کراسیان. شما میگفتید راجبه دوره های جوانی شما چه خیلی بود؟ او گریان میگشتیم. برای چی؟ نان نبود، نان باشدم کم بود. روی دسترخوان به یک دو تا میز و چهار تا قاق یا جگده بوان پتانگر همون چیز که میخوردیم. مکتب ریم یک سری لباس درست ما نبود. امروز جوانی خداوند اینها و نهایت رزقش وسیع که دادگی بوده است. این جاهای بینید، چایخانه های، طرف خانه های بینید، این علم و معرفت، مکتب های بینید، اینستیتوت های کلان بینید. فرزندان تا کدام درجه رفته تحصیل علوم کرداسیان. من به این دیده ایستاده آب رشک میکنم، آب رشک برای عام میکنم که همین فرزندا و خدا مهربانی کرده است. باید که جوان ها برای وطن خودش مهربانی کنند. گیدی جماعه و گیدی ناحیه و ولایت و ریسپوبلیک و از اون جمله جناب عالی گفتشان این سال جوانی اعلان کرده شد. این دوره های ماند سال جوانی کجا بود؟ کجا رفته چغ زدن بود؟ رفته هیزم کشته می آمدیم، هیزم چینده می آمدیم، ببینا آش کدام به هیزم نمی یافت. این سری پوری بینید. برای همین من جوان ها و فخر میکنم، منتداری میکنم که وطنش دوست دارد، وطنش به خدمت کند. اکثریت جوان ها خالندار شده استند. بیشتر ما نصیحت میکردن که امک پاچا قاینای رفته خبر گیر، تانی دوتا ششلیک بر، نتانی دوتا نام بر، نتانی هم تو چهره تا کشاده. امک پاچا من شما خبر گفتم با آمدم گفته پدر و مادری عروس رفته زیارت کردن. ما بین بچه ها و فرزنده جوان ها گپ ها پیدا شده است که اگر تو طرق مزد نکند این امکت به نراو بدی، خیانت عقیده و جان نگو بدی. این ابلهی بینید. این کدام دانشمند پیدا شد که عقل و عقیده و فراسات این جوان های دیگه کننده است. نه البته این همه ما میدانیم که یگان پدر و مادر در حق فرزند دعای بد نمی کند. گرچندی که خفه شدگی باشتم خدا انصافش تیاد میگوید. برای همین فرزندانی که امروز با عقل هستند، با فراسات هستند، پدر عروس مادر عروس حرمت میکنند، اگر از بام افتد پاچه کش نمیشکند، اگر به آتش درآد نمیسوزد، اگر خلق به خدمت کند خلق به وی خدمت میکند، اگر مردم خلقش تحقیر کند و البته تحقیر مییابد.
از پیرو برنای این جماعت دیاتی اونجی پرسان میشیم که جماعت اونجی پیش هم نامش اونجی بود، اونجی چی معنا دارد؟ بهر تماشابینان عزیزی ما میگفتید. اگر هزار سالها پیش هم گوییم خطا نمیکنیم، در دهه اونجی باقی همین شیخ مصلحت الدین باغشان بودیم. همون باقی که همون بودگی همون وها متصدی همون دوره شیخ مصلحت الدین آمده. اگر پرسن اگر آدمایی که مهمانایی که دیگر آمده برای دیدن بیان اگر کجا و یا گفت اونجا گفتگی اونجا از همون نام اونجی شده مونده. اونجا گفته اونجی شده موندگی. سلامت باشید. البته تماشابینان عزیز، بینندگان گرامی، برنامه چایخانه تنین ادامه دارد. در این برنامه ما بسیار شخصانی برویمندی انمین حافظان دهه اونجی را از جمله ناصر جان رحیموف و عبدالرحمنوف را هم دعوت کرده بودیم. اینها در سفر هنری هستند. در اینجا عبدالرحمنوف شاگرد خود را به ما فرستادند که بهر پیرو برنای جماعت دیاتی اونجی یک سرود خوانده باشند. این سال که سال جوانان است، ما هم خواستیم که جوانان را در این برنامه جا کنیم و امروز نصیب بود است که برادر بهر بابایان داغو چی گفتنی های دارید؟ من امروز از چکامه های حیات این پیرو برنای جماعت شنیدید و آینده در حیات خود استفاده میبرید. چی گفتنی های دارید؟ اول خود را معرفی میکردید. من نیز زاده همین دهی اونجی میباشم. نامناسبم قربانوف اکبر خوجه. من فخر میکنم که امروز همراه همین پیران کار همصحبت نشسته سادم. من از نام خودم به اهل کارمندان تلویزیون تنین میnnتداری خود را ابراز مینمایم که امروز ما را لایق دانستند که همین برنامه خود به دعوت دادند. من از نام جوانان امروز وعده میدهم که بهر گلگوشفای وطن عزیزمان، از آن جمله برای خدمت پدر و مادر، کلان سالان و از آن جمله برای نورسان سهم ارزنده خود را میگذاریم. و امروز که درباره سخن درباره پدر مادر رفت، من نیز یک سرودی نو ایجاد کردم در رأس مادران. آن را بهر شمایان همچون هدیه سرایده میتیم. خاکی پایت داروی دردی سرم، نام نیکت هست عزیز از گوهرم. لفظ شیرینت مرا دنیای زر، مادرم ای مادرم جان مادرم. لفظ شیرینت مرا دنیای زر، مادرم ای مادرم جان مادرم. موی پیشان و درازت شد سفید، قد و بالایت بیزد خم همچو بید. موی پیشان و درازت شد سفید،
قد باید بیزد خم همچو بید هرچی میخواهی بکن از من امید مادرم ای مادرم جان مادرم هرچی میخواهی بکن از من امید مادرم ای مادرم جان مادرم در سری گهوارم همچون خمر می نشستی الله گویا تا سحر در سری گهوارم همچون قمر می نشستی الله گویا تا سحر خواب کن ای جان من بی چشم تر مادرم ای مادرم جان مادرم خواب کن ای جان من بی چشم تر مادرم ای مادرم جان مادرم خواب کن ای جان من بی چشم تر مادرم ای مادرم جان مادرم مادرم ای مادرم جان مادرم تماشابینان عزیز لحظه فرا رسید که از بابایان دعاگو از پیر و برنای جماعتی دیاتی اونجا یک لطیفه بهر شمایان گفته باشند که از زمان دوره های جوانی خود یاد کرده باشند. مرحبا. یک روز من همین ماشینایی که برفته استم که یک تا وی راه ناظری راه من داشت. شما گفت برای قایدی وی ویران نکرده همین خیر کرده من 1000 سوم شما پول من وی پول گفته گفتم که من 1000 سوم خوش کرده که پروان بخرم گفتم. سلامت باشید. البته تماشابینان عزیز برنامه چایخانه تنین امروز در جماعت دیاتی اونجی با دستگیری رئیس جماعت سر یک پیاله چای پیر و برنای این جماعت جمع آمدند تا که از سخنهای این پیر و برنا هر یکی ما آگاه گردیدیم. ما میخواستیم همراه شمایان با بیان دعاگو ساعتها روزها سخن کرده باشیم و از سخنهای بهترین شمایان را بهر تماشابینان چایخانه تنین پیشکش کرده باشیم. و امروز وقتی جدا کرده ایم ما به انجام رسیده ایستاده است و آرزو میکنیم که همین جوانایی که ما را دیده ایستادند همیشه دعاگیری همین خیلی پیر و برنا باشند، در خدمت پدر مادر باشند، زندگی را همیشگی دوست دارند، با پستی و بلندیش دوست دارند. خیر تماشابینان عزیز، تا برنامه‌های دیگر. آشیب
پلاو از همه آلاتر است آشی پلاو آشی با مزه تر است آشی پلاو هر کی کند شام و سحر نوش جان می شود از طعم خوشی آشی پلاو دل جهان آشی دل جوی من آشی خوشبوی من گر خوری آشی پلاو جانی من ذوق کنی نو بناو جانی من چایی که بود از همه آلاتر چایی که بود داروی دردی سر چای مرا هر کی کند شام و سحر نوش و جان می شود از بوی خوشی چای سر خوش دماغ چای خوشبوی من چای دلجوی من نوشیده چایی که بود جانی من دورش نید با سرود جانی من چای خوشبوی من چای دلجوی من نوشیده چایی که بود جانی من دورش نید با سرود جانی من